کلیپی رو که از دیدار صدر اعظم پاکستان با ترامپ هست در جلسه که در مصر بود هفته گذشته رو خدمت شما عزیزان پخش میکنم، یک کمی بخندید. سپاس فراوان جناب رئیس جمهور ترامپ. برادر عزیزم رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی از مصر، عالی جنابان، خانم ها و آقایان، السلام علیکم و شبتون بخیر. السلام علیکم and a very good evening. خب باید بگویم امروز یکی از بزرگترین روزها در تاریخ معاصر است، زیرا صلح پس از تلاش‌های خستگی ناپذیر به دست آمده است. تلاش‌هایی که به رهبری رئیس جمهور ترامپ اتخاذ شد. مردی که واقعا مرد صلح است، کسی که بی‌وقفه و بدون خستگی شب روز کار کرده تا این جهان را به جای برای زندگی همراه با صلح و ثبات تبدیل کند. To make this world a place to live with peace and prosperity. I would say من باید بگویم که پاکستان رئیس جمهور دونالد ترامپ را برای جایزه صلح نوبل نامزد کرده بود. For Nobel Peace Prize. به خاطر سهم فوق‌العاده‌اش در متوقف کردن نخستین گام جنگ میان هند و پاکستان و سپس دستیابی به آتش بس، آن هم با کمک تیم بسیار شایسته‌اش. امروز باز هم میخواهم این رئیس جمهور بزرگ را برای جایزه صلح نوبل نامزد کنم، چون از صمیم قلب باور دارم که او اصیل‌ترین و شایسته‌ترین نامزد برای این جایزه است، زیرا او نه تنها در آسیای جنوبی صلح آورده و جان میلیون‌ها انسان را نجات داده، بلکه امروز اینجا در شرم الشیخ دستیابی به صلح در غزه نیز در حال نجات دادن میلیون‌ها زندگی در خاورمیانه است. شرم الشیخ achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President. جناب رئیس جمهور، من میخواهم از شما به خاطر رهبری نمونه‌وار و دیدگاه آینده نگرتان ستایش کنم. من فکر میکنم شما همان کسی هستید که جهان در این لحظه به او بیش از هر زمان دیگر نیاز دارد. جهان همیشه شما را به عنوان مرد به یاد خواهد آورد که هر کار میتوانست انجام داد، از هیچ تلاش دریغ نکرد و حتی از راه خود بیرون رفت تا از بروز جنگ ها جلوگیری کند، مثل همین 7 یا 8 روز گذشته. همچنان میخواهم از برادر بسیار عزیزم شیخ تمیم تشکر کنم. او برادر بسیار نزدیک است که با دیگران سخت کار کرده تا صلح را در این منطقه برقرار کند. برادر بسیار عزیزم رئیس جمهور رجب طیب اردوغان، اعلی حضرت شاه عبدالله و البته برادر عزیزم محمد بن زاید ولیعهد امارات متحده عربی و همچنین ولیعهد عربستان سعودی همه نقش مهمی داشتند. او نیز در این روند صلح بسیار کمک کرده و نقش با ارزش ایفا کرده است. خانم ها و آقایان، نمیخوام وقت شما را زیاد بگیرم. کافی است بگویم اگر این مرد و تیم فوق العاده‌اش نبودند، کسی نمیداند شاید هند و پاکستان امروز هر دو قدرت‌های هسته‌ای درگیر جنگ می‌بودند. اگر او و تیمش در آن 4 روز مداخله نمی‌کرد، جنگ می‌توانست به مرحله‌ای برسد که هیچ کس زنده نمی‌ماند تا بگوید چه اتفاق افتاد. و همین طور در این بخش از جهان یعنی خاورمیانه، جناب رئیس جمهور، سهم ارزشمند شما همراه با رئیس جمهور السیسی را تاریخ با کلمات طلایی به یاد خواهد داشت. چیز بیش از این نمیگویم جز این که خداوند شما را حفظ کند. خداوند به شما عمر طولانی دهد تا همیشه در خدمت بشر باشید. بسیار سپاسگزارم. دوستان عزیز، حتی ترامپ هم تعجب کرده بود که دیگه غلامی به این یعنی خوبی شاید تصورش هم نمی‌کرد. بر صورت این است وضعیت اینها. حتی آوردن خانواده شریف ناشریف در پاکستان در بعد از سقوط جمهوریت در افغانستان یکی از اهدافش ایجاد خشونت و درگیری در این منطقه بود.